أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة والشكوة اللازمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم إلى قيام يوم الدين. يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك أن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لها، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. السلام على الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء وعلى آل بيتها الطاهرین و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه بزرگواران، همه همراهان. در بخش ششم از سخنان استاد سلیمانی اردستانی به این قسمت از صحبت‌های ایشان رسیدیم که فرمودند آیه شریفه وأتوا البیوت من ابوابها، اینکه خداوند متعال در این آیه شریفه دستور می‌دهد که وارد خانه اگر بخواهیم بشویم از دربها باید وارد بشویم و فرمود که یعنی استاد سلیمانی فرمودند که به انضمام یک قضیه تاریخی از عمر بن الخطاب این آیه که شبیه به ملامت و نکوهش هست معنا پیدا می کند که در جلسه قبل در این بخش به شکل مفصل تفسیر آیه و وجوهی که در تفسیر این آیه وجود دارد را عرض کردم و همچنین عرض کردم که جناب آقای سلیمانی اردستانی که قائل به سندیت تاریخ و وقایع تاریخی نیستند نمیتوانند یک قضیه تاریخی و اعتقادی را که همانا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست را با یک قضیه تاریخی دیگر که عمر بن الخطاب مرتکب 3 گناه در آن واحد شد رد بنمایند. به هر حال در این بخش از قسمت ششم از سخنان حاج آقای اردستانی میخواهم راجع به دربهای خانه‌های مردم مدینه در عهد و در عصر پیامبر صحبت بنمایم و همچنین در بخش دوم از این قسمت اگر توفیقی باشد انشاءالله و وقت اجازه بدهد راجع به نصوص و مستندات تاریخی که در آنها باب بیت فاطمه یا شبیه این تعبیر آمده را ذکر می نمایم. مستندات تاریخی که در آنها این جمله آمده و همچنین جمله احراق الباب یا اضرام النار فی الباب، یعنی سوزاندن آتش یا آتش افروختن در درب ذکر شده عرض می نمایم همراه با مصادر و نصوص انشاءالله تعالی. خب برای بار دیگر سخنان حاج آقای اردستانی را با هم ببینیم، بشنویم و برمیگردیم و در خدمت شما خواهم بود. از مقدمات بگذاریم خود اصل ماجرا بریم وارد اصل ماجرا بشیم. ببینید من گفتم دلیلم باشه. من هیچ وقت تاکید بر این نمی کنم که در بوده یا نبود. یعنی نفرمودین؟ نه، باید ببینید طرف تو چه سیاقی صحبت میکنه. و وقتی میگم وارد بحث تاریخی نمیشم
قاطعانه نمیگم در بوده یا نبوده، در دیوار بوده یا نبوده، اینا رو هم به صورت ظنی دارم میگم. اینا رو هم به صورت مثلا وقتی ماجرا نقله که خلیفه دوم، آیه قرآن اینه که ای مومنان وقتی میخواید وارد خونه بشید از در وارد بشید. این تو قرآن اومده. یعنی چه؟ یعنی یه دیوار 3 متری بوده 4 متری بوده، مردم با نردبون با اینجوری میرفتن؟ چجوری میبوده؟ چرا قرآن میگه که باید از در وارد خونه مردم بشید؟ چی بوده؟ این دیگه قطعی. چه نتیجه یعنی از این میگیریم؟ از این میگیریم که همین الان هم هست روی مناطق اشاعره و اینها دیوار اون چنانی نیست، یه چیزیه که حریم را مشخص میکنه. و اون روزم احتمالاً این که برای مردم مدینه میگه دیگه، قرآن برای مردم شهر داره میگه دیگه، میگه از در وارد بشید، از چی وارد نشید. این چیه؟ یعنی واقعا کسی تصور میکنه این دیوارهای مثل ما الان بوده مردم از دیوار وارد میشد از در وارد نمیشدن؟ نه آقا، میگه از در وارد بشید. اونجور نبوده. میتونستن. خلیفه دوم هم از همین راه اومد، از ماجرایی که اومد که بعد یک کسی داشت موسیقی یا نه استفاده میکرد. ماجرا معروفه. چیه ماجرا؟ ماجرا اینه که خلیفه دوم دید که از یه خونه صدای ساز و آواز بلنده، رفت و وارد شد و طرف مؤاخذه کرد. طرف گفت که من یک حکم خدا را نقض کردم. و اون که تو 3 تا حکم خدا را نقض کردی. یکی این که خدا گفت که فرمود که از در وارد بشید، از دیوار وارد نشید. تو از دیوار وارد شد. یکی این که اجازه بگیرید و وارد بشید، تو اجازه نگرفتی. سوم این که گفت سلام بکنید، سلام هم نکردی. اینو شما شاهدی میدونید که این دیوار اون دیوار نیست؟ اصلا بین در و دیوارم نه اصلا اینطور چیزها نیست. من هیچ همین را دلیل نه. من عرض میکنم که مجموعه شواهد و قرائن، من اصلا نمیگم این دلالت بر اون میکنه. خب پس اگه موافقین مجموعه رو بفرمایید چیاست در حمایت از چی؟ بله. میخوام این قضیه در این که دیوار نبوده، مثلا تو قرآن این آمده، برای از خلیفه دوم هم این نقل شده. تو مناطق اشعار اینا الان میبینیم همین جوره. در اون چنانی، دیوار اون چنانی نبوده که طرف برای وارد شدنش مثل درت فکر میکنید قلعه خیبر باشه و بخواد آتش بزنه که وارد بشه. چون نبود. یه دیواره که بودم کوتاه بوده که میتونستم بپرن اون طرفش مخصوصا. ولی من با این هیچ تاکید قطعی بر این چیزها ندارم. من مجموعه شواهد و قرائن ندارم، ولی اصلا هم روی این قسمتش اصلا اصراری ندارم. خب در این بخش از مباحث دربهای منازل افراد که در مدینه منوره و در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زندگی می‌کردن رو عرض می‌کنم که این خانه ها دارای درب بودند. خب مسئله اول آن است که اهل مدینه یک جامعه‌ای هستند که از 2 قبیله بزرگ اوس و خزرج تشکیل شده است و اوس و خزرج در زمان قبل از اسلام درگیری‌های بسیار طولانی با یکدیگر داشتند و حتی در نصوص تاریخی هم آمده که افراد هر 2 قبیله شب هنگام همراه با حمل سلاح و همراه اینکه سلاح در کنار آنها باید باشد شب را به صبح می‌رساندند. بنابراین
طبیعی هست که برای حفاظت از جان خود و خانواده خود دربهای محکمی برای منازل خود در نظر بگیرند، تعبیه بنمایند. این قضیه تا قبل از اسلام بوده و بعد از اینکه اهل مدینه خصوصا در اون سال حج معروفی که انجام دادند و با پیامبر در مکه بیعت کردند و بعد از آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه مهاجرت کردند، تغییری آنچنانی در مباحث امنیتی منازل حاصل نشده. نه دربها تغییر پیدا کرده و نه ورودی و خروجی دربها که در واقع بتوان به وسیله یک ورودی و خروجی خاصی هم دشمن را زمینگیر کرد و هم اینکه دشمن را معطل کرد که وارد خانه نشود. بنابراین اهل مدینه یا همان اهل یثرب در واقع همراه با سلاح شب را به صبح میرساندند. خب انواع دربهایی که اهل مدینه برای خانه‌های خود به کار می‌بردند هم می شود گفت که به شکل مفصلی در کتب سیره و در کتب تاریخی آمده. خب از جمله این که در کتاب وفاء الوفاء جلد 2 صفحه 458 الی 460 لفظ باب من عرعر او باب من ساج او باب من خشب ذکر شده است. خب دربی که از چوب عرعر آمده. چوب عرعر در زبان عربی همان درخت بلوط می باشد که به هر حال مردم مدینه از آن استفاده می کردن. ساج هم درختی است که به هر حال تنه بسیار محکمی دارد، بسیار هم طولانی و بلند هست و معمولا در هندوستان به هر حال رشد پیدا می کند و می شود گفت که درخت ساج درختی هست که در واقع خردگی در آن ایجاد نمی شود، تا سالهای سال به شکل بسیار طولانی قابل استفاده هست و در زمانهای نه چندان دور و در سالیان نه چندان دراز در واقع از چوب ساج به عنوان تیر برق استفاده می شده در زمان ما. به هر حال همین درخت ساج رو می آوردن و از آن دربهای محکم و بسیار مقاومی درست می کردن. او باب من خشب، یا خیر دربی که از چوب ساخته شده باشد. این معنا آمده. حتی هم آمده که ان باب بیت عائشه کان بمصراع واحد من عرعر او ساج. آمده در مستندات تاریخی که درب خانه عائشه یک لنگه داشت و از چوب به هر حال سرو بوده، من عرعر او ساج. در برخی از مستندات تاریخی باب من حصیر آمده. حصیر همان در واقع گیاه معروفی است که بسیار قابل انعطاف هست و می شود در واقع به وسیله انعطاف پذیری بسیار زیاد این گیاه وسایل مختلفی ساخت و ایجاد کرد. از جمله وسایلی که می توان از حصیر ایجاد کرد دربهای مختلفی هست با اندازه های مختلف. به هر حال درب بوده. ممکنه هم حصیر آن مقاومت ساج و عرعر را نداشته باشه، ولی خب به عنوان یک مانع، به عنوان یک حائل قابل استفاده هست. خب آمده در کتاب باز هم وفاء الوفاء روایت از معیقب نقل می شود که گفت اعتکف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی قبة من خوص. پیامبر اعتکاف فرمودند در یک
حالا اینجا قبه به معنای گنبد ترجمه تحت اللفظی آن می شود، ولی ترجمه دقیق تر قبه در اینجا به معنای شبیه خیمه هست که پیامبر اعتکاف کردن در خیمه ای از حصیر، از خوص، بابها من حصیر، که درب این خیمه که از گیاهان در واقع ساخته شده، باب این محل از در واقع حصیر بوده. خب در کتاب وفاء الوفا این معنا ذکر شده. نوع دوم از دربهای منازل اهل مدینه باب من جرید النخل آمده. جرید النخل یعنی شاخه های درخت خرما. این شاخه ها رو به هم دیگر بعد از اینکه برگه ها رو در واقع جدا می کردند، شاخه ها رو به دیگر متصل می کردند، می بستند و دربی درست می کردند، می ساختند. گرچه که درب مقاومی نباشه، ولی خب به عنوان یک ساتر، به عنوان یک چیزی که به هر حال اندرون خانه رو از بیرون خانه جدا می کرد، مورد استفاده قرار می گرفت. خب عرض کنم خدمت شما باب من جرید النخل، روایتی در کتاب صحیح مسلم هست، جلد 7 صفحه 118، چاپ سال 1334 هجری قمری، و همچنین این روایت در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 187 و در کتاب وفاء الوفا جلد 3 صفحه 942 آمده. روایت از ابو موسی اشعری می باشد که ابو موسی اشعری می گوید پیامبر در یک وقتی از منزل بیرون آمدند و من به دنبال ایشان رفتم، حرکت کردم، حتی دخل بئر اریس، تا اینکه وارد منطقه بئر اریس شد. فکان ابو موسی بوابا له، و ابو موسی در آن منطقه، حالا حجره ای بود، خانه ای بود که پیامبر در آن قرار گرفت، ابو موسی اشعری دربان پیامبر بود. قال ابو موسی میگوید فجلست عند الباب و بابها من جرید النخل، و من بیرون درب نشستم و درب از شاخه های درخت خرما بوده. خب در کتاب تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 68 روایتی که هجوم به خانه وحی را ذکر میکنه این گونه آورده است: فضرب عمر الباب برجله، عمر درب را با پای خود زد، لگد زد، فکسره، و درب را شکاند، و کان من سعف ثم دخلوا، و درب خانه حضرت صدیقه علیه السلام از شاخ و برگ درخت خرما بوده است. و کان من سعف ثم دخلوا، وارد شدن. خب بنابراین این در واقع مستندات تاریخی که عرض کردم ثابت می نماید که برای دربهای منازل مدینه انواع مختلف و گوناگونی بوده است. حتی در قضیه الحکم ابن العاص یا الحکم ابن ابی العاص که پدر مروان ابن حکم و پدر و جد بنی مروان بود، آمده که به هر حال دلیل تبعید کردن الحکم ابن العاص چه بوده. به شکل خلاصه عرض بنمایم که این ملعون دزدکی می آمد و از لای درز دربهای یا درب خانه پیامبر به اندرونی نگاه می انداخت و پیامبر را به هر حال در یک حالت خاصی مشاهده کرد. پیامبر متوجه حضور این ملعون شد، هم او را و هم نسل او را مورد لعن و نفرین قرار داد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و او را از مدینه تبعید کرد، اخراج کرد همراه با پسرش مروان. و حکم با مروان
بعد از رحلت پیامبر در تبعید بود، کل سالهای حکومت ابوبکر در تبعید بود، کل سالهای حکومت عثمان در تبعید بود، کل حکومت سالهای حکومت عمر در تبعید بود، تا زمانی که زمان حکومت عثمان بن عفان رسید و عثمان برخلاف دستور پیامبر حکم و پسر او را که مروان بود به مدینه بازگردان، به آنها 10,000 سکه طلا و نقره داد و دختر خود را که عایشه نام داشت به تزویج مروان بن الحکم درآورد و انگشتری خلافت و حکومت را هم به داماد خود، به تازه داماد خود که مروان بود داد. یعنی مروان می توانست هر دستوری بنویسد و با انگشتری خلافت آن را مهر بنماید که به شکل مفصلی در تاریخ آمده که عثمان بن عفان چه کرده و مروان بن الحکم چه کرده، که عاقبت عثمان به قتل رسید که در یکی از جلسات عرض کردم نحوه هجوم به خانه عثمان بن عفان را. بله، اینجا آمده در کتاب کافی مرحوم کلینی جلد 7 صفحه 292 و همچنین تهذیب الاحکام جلد 10 صفحه 208 که آمده الرجل الذي اطلع على النبي صلی الله علیه و آله و سلم من شق الباب، فردی که پیامبر را از لای روزنه‌های درب مشاهده کرد. اطلع رجل على النبي من الجرید، بله این شخص از روزنه دربی نگاه کرد که آن درب از جرید بوده. جرید همان شاخ و برگ درخت خرما بوده. خب مستندات بعدی گزاره‌های تاریخی هستند که در آنها ذکر می نماید برخی از درب‌های خانه‌های اهل مدینه دارای یک لنگه بوده، مصراع واحد، یا دو لنگه بوده، مصراعان. خب این گزاره تاریخی باز هم در کتاب وفاء الوفاء جلد 2 صفحه 542 آمده که ابو فدیک روایت و گزاره از اهل سنته. ابو فدیک از محمد بن هلال پرسید که درب خانه عایشه چه بوده؟ محمد بن هلال در پاسخ به او گفت کان باب واحد، یعنی یک لنگه بوده، یک در بوده. سألت محمد بن هلال عن باب بیت عائشه قلت مصراعا او مصراعین، یک لنگه بود، دو لنگه بود؟ قال کان باب واحد، گفت که یک در بیشتر نبود. در گزارش دیگری آمده که گفت کان بمصراع واحد، در به خانه عایشه یک مصراع داشت، یعنی یک لنگه داشت. خب در برخی از گزاره های تاریخی آمده که برخی از دربها حلقه نداشته، همون حلقه ای که به وسیله آن دق الباب انجام میگیرد. خب آمده که راجع به درب منزل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ان بابه کان یقرع بالاظافیر، درب خانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با ناخن زده میشد، یعنی حلقه نداشت که با آن دق الباب انجام بگیرد. خب منظور از اظافیر و ناخن این بود که با دست ضربه میزدند و به هر حال کسانی که اندرون خانه بودند متوجه میشدند که کسی میخواهد وارد بشود یا کاری دارد و باید انجام بشود. خب در برخی از گزاره‌های تاریخی جملاتی به مانند المصاریع و الستائر للابواب آمده، به این معنا که دربها دارای لنگه بوده و همچنین ساتر هم داشته. حالا پرده مانندی، چیزی حصیر مانندی بر روی درب هم می افکندند که
خصوصا در آب و هوای گرم حجاز و مدینه ناچار بودند که برای تهویه اندرون خانه درب را باز می‌گذاشتند، یک پرده ای می‌افکندند که هم اندرون خانه مستور باقی می‌ماند، پوشیده باقی می‌ماند و هم هوا از بیرون برای تهویه وارد حجره و وارد خانه می‌شده. خب بنابراین بحث المصاریع و الستائر للابواب آمده. خب روایت یا مستند تاریخی که در این قسمت میتوانم ذکر بکنم از کتاب مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحه 153 آمده. روایت را از ابوذر غفاری نقل می نماید از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر فرمود ان مر رجل على باب لا ستر له غیر مغلق، اگر مردی از کنار دربی رد شود و این درب عرض کنم پرده ای نداشته باشد، لا ستر له غیر مغلق و این درب هم بسته نبود، فنظر نخواسته حالا نگاهی هم به درون خانه انداخت، فلا خطیئة علیه، گناهی بر این شخص نوشته نمی شود. فلا خطیئة علیه انما الخطیئة علی اهل البیت، گناه به تقصیر بر اهل آن خانه هست که نه درب را بستن و نه اینکه درب را که باز گذاشتند پرده ای بر روی درب افکنده نشده. خب بنابراین از این گزاره روایی ما متوجه می شویم که در این قسمت منازل اهل مدینه دارای در بوده و ساتری هم داشته. خب روایت بعدی در این باب در اصول در کتاب فروع کافی در کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 281 آمده. روایت از عیسی بن المستفاد ابی موسی الضریر نقل می شود. می گوید که آقا امام کاظم به من فرمود که از پدرم امام صادق پرسیدم راجع به اتفاقاتی که در حین وفات و شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم افتاد و امام صادق به من فرمود در ضمن حدیثی این جمله هم آمده فامر النبی صلی الله علیه و آله و سلم باخراج من کان فی البیت ما خلا علیا، پیامبر دستور داد همه کسانی که در اتاق بودند بیرون بروند مگر علی بن ابی طالب و فاطمه فیما بین الستر والباب، و فاطمه علیه السلام میان درب و اون پرده ای که در حال بر روی درب افکنده شده بود قرار داشت. خب بنابراین از این حدیث شریف ما متوجه می شویم که ساتری و پرده ای بر روی درب ها بوده و استفاده می شده. خب در برخی از نصوص روایی و گزارشات تاریخی ما با جمله فتح بابا او کشف سترا مواجه می شویم. خب این نص در کتاب سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 510 حدیث 1599 و کتاب البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 276 آمده. جمله فتح بابا او کشف سترا روایت از عائشه آمده. عن عائشه فی قصة صلاة ابیها بالناس، در هنگامی که پیامبر به هر حال
واپسین لحظات عمر شریف خود را می‌گذراندند، پیامبر دستور داد که علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه نماز را به جا بیاورد که عایشه به سرعت به پدر خود گفت که شما بیا نماز بخوان. ابوبکر پیش نماز مردم و مسلمانان قرار گرفت. تکبیر را که گفت و حمد را شروع کرد، صدای قرائت حمد ابوبکر به گوش مبارک پیامبر رسید. پیامبر با همون حالت احتضار و همون حالت سخت در واقع با کمک عباس و با کمک امیرالمؤمنین از جا برخاستند و ابوبکری که در حال خواندن سوره حمد بود و در نماز وارد شده بود را کنار زد و خود پیامبر تکبیرة الاحرام را به جا آورد و نماز را شروع کرد. خب عایشه در داستان نماز پدرش، نماز جماعت، گفت که فتح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بابا بینه و بین الناس او کشف سترا. این که پیامبر دربی باز کردند میان خود و مردم، چون میدانید هم پیامبر و هم امام علی درب منازلشان به درون مسجد باز می شده. فتح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بابا بینه و بین الناس او کشف سترا. یا تردید از عایشه بوده به هر حال، یا درب را باز کرده، اون پرده‌ای که بر روی درب افکنده شده بود را پیامبر کنار زد. خب مستند بعدی که جمله فتح بابا او کشف سترا یا شبیه همین عبارت آمده در کتاب مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 210 و مناقب الامام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام جلد 2 صفحه 217 تألیف قاضی محمد ابن سلیمان کوفی. و همچنین این عبارت در کتاب مصنف صنعانی جلد 5 صفحه 485 آمده. این گزارش راجع به در واقع عروسی حضرت زهرا و امیرالمؤمنین علیه السلام هست که ام ایمن آن را نقل می نماید. ام ایمن میگوید ثم قال لها، در ضمن حدیث شریف میگوید که پیامبر سپس به حضرت زهرا فرمود انی لم آلکی ان انکحتکی احب اهلی الی. من یا فاطمه زهرا تمام تلاش خودم را انجام دادم که تو را به تزویج دوست داشتنی ترین فرد از خاندانم در بیاورم. ثم رأى النبی سوادا من وراء الستر. سپس پیامبر دید که کسی پشت پرده ایستاده، پشت پرده ایستاده. رأى سوادا من وراء الستر او من وراء الباب، یا اینکه پیامبر شخصی را دیدن، متوجه شدن شخصی پشت درب هست. فقال من هذا، پیامبر سوال کردن کیست؟ قالت اسماء، آن شخص یک خانومی بود. عرض کرد یا رسول الله اسماء هستم. بنابراین باز هم ما عبارات دیگری هم در این بحث داریم از قبیل عبارت ستار و بابی فاطمه سلام الله علیها آمده. جمله اغلاق الباب رو داریم، در مستندات تاریخی و روایی آمده. جمله رددت باب الحجرتی بیدی را داریم. جمله لیس لبابه غلق داریم. جمله اجاف الباب را داریم. جمله لا مجال للخروج والباب مغلق را داریم. جمله خلف الباب، جمله حرك الباب، جمله وضع يده على الباب فدفعه،
جمله الباب المقفل را داریم. همه این جملات در گزارشات و مستندات تاریخی آمده که به هر حال وقت بنده هم که رو به اتمام هست، دوستان می توانند یک جستجویی داشته باشند یا این جملات را بیابند در گزارشات و مستندات روایی و تاریخی که اهل مدینه درب منازل اهل مدینه چگونه بوده، یا اینکه درب منازل بسته بود، باز بود، قفل میشد، قفل نمیشد، درب را لگد زد و شکست و جملاتی از این قبیل. ان شاء الله در جلسه آینده به روایاتی خواهم پرداخت که خصوص درب خانه حضرت زهرا و شکستن درب خانه حضرت زهرا به وسیله عمر بن الخطاب و قنفذ و گروهی که هجوم آوردن به خانه وحی بیان خواهم نمود. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.